درود بچه ها، چطورین؟ فرنود از کنه افکی فرنود. بچه ها چطورین؟ بچه ها گفتن حمایت میکنیم، منم گفتم چوری که ننازم. یه نفر گفته بود کامنتش اینجا گذاشتم، ببین دیگه. گفته بود اینا رو هم بذار. چشم، اینا رو هم میذارم بدون معطلی. بریم سراغ ویدیو. بریم. لیلی یکم صدای اینش زیاده، یکم کم کن. لیلی الو آقای هاشمی، من که میدونم حوصله شما سر میره، پس بدون داستان شکستن گوشی ما بگم. من داشتم گوشی میزدم شارژ، گذاشتم رو اوپن، بعد رفتم یه پیامک اومدم برش دارم، گوشیم تو شارژ بود، یو کشیدم افتاد زمین، خورد گوشه میزمون. یهو نمیدونم چجوری ولی گوشی سالم بود ولی روش شکسته بود. منم اینجوری فشار داشتم میخوردم، میگفتم شکست. الان نمیدونم چیکار کنم. الان 2 ماه فقط هم با همین ویدیو میگم، هر چقدرم به بابا میگم درست کن، میگه درست میکنه، ولی 2 ماه درست نکرده. پس ددم جانی کن بده بره. البته یه چیز دیگه میگفت نننجانی کن بره. نننجامی دادن. حالا من نمیدونم اگه شو گفتم شاید نننجانی کن بده بره. آره این باشه. چرا هیچ کس نمیاد؟ البته بهتره که نیاد، چون همه میدونید آقا فنف دیگه، باتری و شارژ و یه پا حرومزاده. مهمونیه؟ من نزدیک 2 سال دارم فنف همینجوری بازی میکنم ولی هیچ وقت نفهمیدم آهنگ چیه. میگم نکنه واسه پاپته، میگم این اصلا آهنگش این نی. ولی آهنگ خوبه. بچه نظرتون چیه؟ هدف مشخص کنیم که داخل این سری ویدیو فناف حداقل گلدن فردی رو بتونیم ببینیم. اگه با من هم نظری لایک کن. شاید باورتون نشه ولی ما داخل فناف 3 نوع فردی داریم: فردی ساده، گلدن فردی و نادرترین و کمیابترینشون کیه؟ حد زدی؟ نمیدونی؟ سیکرت فردی. آره سیکرت فردی. چرا واقعا باید یه اسکلی پاشه بیاد داخلی همچین رستوران انی؟ خب کره خر، تو که میدونی، البته شاید ندونه این کسی که الان ما داریم جاش بازی میکنیم، پا شده اومده توی یه رستوران که 5 تا بچه گم شدن، بعد اون محافظت کنه، بعد میدونه طی اون مدت اون ربات حرکت میکنه ولی بازم ادامه میده. ببین آدم پول دوست اینه. میگن آدم پول دوست. آن بچه یه سوال ازم میپرسم، خواهشن جواب من رو بدین. بچه من میخوام لایو بذارم نمیتونم، یعنی هرچی میزنم لایو زنده میگه هنوز کانال شما دسترسی و اینجور چیزا نداره، اینجور چیزا. اگه میدونین چیه به من بگین که لایو هم بذاریم، لایو کالاف و ماینکرافت و دیگر عرض شما بگویم تا صبح بشینیم با هم حرف بزنیم. و دیگه عرض شما دوستان گرامی بگم که بشینیم حرف بزنیم و آره دیگه به هم بگین چه لایو زنده و بزنم. آره همین. مانی الان پا شده. بانی سخت نیست و البته کاری نداره. فناف یک آسون ترین نوعشه، فقط باید بشینی درا رو دوربینا رو ببندی و چک کنی.
فنف 2-3 خیلی سخته با 4. من فکر کنم این فنف آخرین فنفیه که میذارم، من سخته کلا. فناف بازی عجیب غریبیه. وای خدا. ساعت 3 است. سلام. وای نه چیکام بلند شد. میشه بری؟ آیشان روام شد دیگه. یا بیا جلو در یا برو. الان اینجا وایسه میخواد فقط اینجا منتظر باشه. در حواسم نباشه بهش. بیا جلو در. ناگهان من بمیرم. یا بیا یا برو دیگه. دیدی گفتم این کرم دارم، اومده کرم برزه. الان این کجا رفته خدا میدونه. بانی الان کجا رفته واقعا خدا میدونه. آینا نش بسیارم چی بود؟ چیشم درستی؟ یه لحظه فکرم گوله فیلی داخل پوستر رو میاد بعضی وقت اینجور چیزا. بیا دیگه بانی سگ. رفتیم توه. چیکار بودم قبرستون آیناش. بانی هم که اینجاست دیگه. چی؟ خب نه هنوز اینجا. نه شب اوله راحته. نه شب اول چون من نزدیک 1 سال بازی نکردم. من اون موقع میشستم این سگ شب تا صبح بازی میکردم. بعد آخرش هم به یک پخی نمیرسیدم. اومد کداست؟ اون ته چیکام اینجا بود دیگه. الان ساعت 4 بود و زود 5-6 رد شد تموم شد. باز اومدیم پشت. بابا یا بیا یا نه. یا خب مگه مریضی؟ جلو در وای میسه بعد نمیاد. بعد من هی فکر میکنم داره میاد هی نور میزنم علکی. ایوه چیکار این مظلومو جلو دستشوی این بانی حرومزاده یه جوری جلو در وایستاده انگار ارث باباشو خوردم. بابا نمیخوای بیای؟ ها اومد. دیدی سرنگ نیستی. خب ادامه. حالا باید منتظر چیکار برگم شد. الان من منتظر باشیم چیکار بیاد که فکر نکنم چیکار بیاد. الان باید منتظر باشیم بانی جلو در بره. در رو باز کنیم باتریمون کم نشه. سخته دیگه کلا فناف سخته. حالا به قرآن مجید حالا این چیکار که اونجاست. بانی هم که جلو در این سگ. فردی هم که تا شب 3 اشتماع اگم نمیاد یا نه 2 بود نمیدونم. بگین داخل کامنت بگین من آگاه باشم با برنامه‌ریزی. ساعت 5 الان تمام میشه. تمام شو 26 تمام شو 5 دیگه الان با تمام 6 تمام میشه. برو گم شو. رفت سگ در باز. خب بانیکو سو خداحافظ.